زندگی همین گونه بوده است که از یک روز تا روز دیگر انسان پند میگرفته است، کمال میافته است. این به مثال همون یک پیراهه حیات است که از یک نقطه آغاز می شود و با خمگشت های زیاد به نقطه دیگر تا شاهراه زندگی می رسد. بیننده عزیز، امروز در برنامه پیراهه از حیات و ایجاد بانوی قصه می کنیم که توانسته در حیات خیش فرهنگی یک منطقه تاریخی کشور را جای بدهد و این فرهنگ را برای نسل‌های آینده به میراث گذارد. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон лола азизова дар деҳаи зарафшони ноҳияи ҷаббор расулов ба дунё омадааст. ҳангоми хурдсолӣ лолаи хурдсол эҳсос мекард ки чӣ гуна падараш ба сафту калом ва барномаҳои радиоӣ рағбат дорад, вале он ҳангом ҳанӯз намедонист ки он асбоби садодори хурд чӣ қудрате дорад. овони кӯдакиаш дар мавҷи муҳаббати волидайн сипарӣ мешавад. کودکی من در ناحیه جبار رسولوف قشلاق زرافشان گذشته است. وقتی مکتب خانه هم در مکتب وقتی که میخوندم در کروژاک ها اشتراک میکردم. از خردسالی همین آرزوی هنرمند شدن را داشتم. لحظه های ناتکرار این البته در ایام جوانی وقتی که در احاطه پدر و مادر و فرزندان پدر هستی. بسیار هم عائله اتفاق، عائله مهربان بود عائله ما. والدان لاله زادگان کوهستان مچاه بودند و سال 1956 با برنامه حکومتی باشندگان بعضی از دهات مچاه را به ناحیه جبار رسولوف میکشانند و در این میان آنها را نیز لازم می آید تا مکان زیست خود را دیگر نمایند. سال 1956 وقتی که مردم مسچاه را به ناحیه جبار رسولوف مهاجر میکنند، پدر و مادر من نیز هم به اونجا مهاجر شده می آیند و من در همون ناحیه تولد یافتم و از نقل های پدر و مادرم همیشه آنها یادی مسچاه را میکردند، یعنی که یادی مسچاه کردند زادگاهی خودشان را. برای همین همون مهر خیال میکنم که از همون سالها در دل من جای گرفته است. مهر محبت زیاد نسبت به مسچاه دارم من، برای اینکه زادگاه پدر و مادرم است و من هم همون یک ریشه که از همون دیار می باشم. زمان مکتبخانه لاله زمانی بود که پدر و مادر به خواندن و نوشتن فرزندان خویش توجه میکردند و در سیمای آنها آرزو میکردند تا فرزندانشان کمال یابند و صاحب کسب و کار گردند. این کودکی مادر میخواست تا دخترچه او چون به وایه میرسد طبیب باشد تا تواند به درد مردم برسد، مردم را شفا بخشد. ولی پدرش چون دوستدار صنعت بود، شش مقام را بیشتر گوش میکرد و میپسندید. در یک گوشه دلش هوس میکرد تا دخترچه او صنعتکار گردد. وقتی لاله در مکتب میخواند کایها هوس خردکه که در وجودش شعله میزد و کوشش مینمود در برنامه‌های مکتبی کروژاک‌ها اشتراک نماید و هنر خویش را سنجد. او میگوید سبب به صنعت روی آوردنش پیش از همه محبت پدرش نسبت به صنعت والای شش مقام بوده است. همین گونه می شود که بعد ختم صنف نهم لاله عزیزова با پیشنهاد پدر به آموزشگاه موسیقی صادرخان حافظ شهر خوجند داخل می شود. آن روزگار وقتی بود که خواندن برای دختر بچگان مشکل بود، زیرا تا آن هنگام میان همدهگان لاله دختر بچه به دانشگاه یا دانشکده تحصیل نکرده بود. با این خاطر پدر گشته و برگشته از لاله خواهش میکرد تا در انتخاب کسب هوشیار باشد، زیرا محض تقدیر او میتواند راه را برای فردای دختران منطقه باز نماید و یا 10 ساله های دیگر آرزو در دل دختران همدهه اش بمیرد. خوشبختانه پدری بزرگوارم سبب شدن که اون کس که ما بسیار خرد از مادر به نصیب ماندیم، پدرم بسیار حرکت میکردن که ما به مادری خود رو حس نکنیم و حرکت میکردن که چقدر ما مثلا به آرزوهای خودمون و من با پدرم آزاد سخن میکردم و وقتی که من با اون کس گفتم که من میخوام هنرمند شوم،
اول اون کس بسیار فکر کردم، بعد مرا در نزد خود شنونده گفتن دخترم این کسب بسیار هم مشکل است. اگر گویی که من از عهده همین مشکلی ها می برایم و همیشه یک شخص می شوم که سزاواری همیشه سربلندی و افتخاری هم یار و دیار و هم دختران مسجد، برای اینکه تو اولین دختری هستی که به همین کسب رو انتخاب نموده و جاده صنعت قدم می‌نهی و بسیار آرزوهای دختران مسجد از تو بسیار وابسته است. شاید بعد از تو بعد بسیار دختران را مانند به خواندنی رفتن. تو بسیار هم باید هوشیار باشی، دانا باشی و قوی باشی که این کسبی که تو انتخاب نموده ای خیلی پیره‌های پیش در پیش دارد. بعد از دانشکده به انسامبل شش مقام خانم کمیته تلویزیون و رادیو به کار آمدم و چند سال در این انسامبل کار کردم. صداهای کلاسیکی می‌سراییدم. وقتی که انسامبل دریا تشکیل شد و ما چند نفر به این انسامبل شامل گشتیم، از همون انسامبل انتخاب کردن استاد سیدپور بلال، نگین رؤوف و پای نقره، جمشید اسماعیلوف، محکم زبیدلوف، عزیز وهابوف و من نیز در همون انسامبل شش مقام کار میکردم و این انسامبل شامل گشتم. من همون وقتی که به انسامبل دریا آمدم، من در پیش خود مقصد گذاشتم که من باید که سرودهای ظرفشانی یعنی سرودهای مسجدی را زنده کنم. خیلی که استاد مرادبک نصیرالدین و سرودهای ظرفشانی را با لحن مردانه می سراییدن. من پیش خود مقصد گذاشتم که باید که با لحن زنانه، با لباس ملی مسجدی باید همین سرودها را سرایم و نخست سرودهای رباعیاتی ظرفشان در شهر مسافری، یعنی خیلی سرودها پیدا شدن گرفتن. بسیارش آهنگ‌های از خدا می باشند و متن از عالم خان اسمتی که من بسیار شعرهای این شاعری بسیار شیرین کلام را من سراییدم و از اون کس بسیار می ندارم. مسجد ریا رحکی مسجد رای بخنده یار خانم مثالی گره یار من اغبر سر کردم به پشت برسا 100 سال گذرد دلم کشونی مسجد داده 100 سال گذرد دلم کشونی مسجد داده. لولا عزیزова میگوید که در برابر سرودهای مقام محض بیتهای مچاهی توانستند برایش در معرفیش کمک رسانند. او این محبتنامه را از نگاه پدر و مادر و همدیارانش از خود کرده و به شنوندگان و بینندگان پیشنهاد نموده، ولی آن هنگام که او این بیتها را میخواند به مسجد نرفته بود، آنجا را ندیده بود. بعد از گذشت سالها لولا به زادگاه پدر سفر میکند و میبیند که تمام تصویر و نقشهای بیتهای مردمی اصلی هستی دارند و باز محبتش به این مکان بیشتر میشود. من راستش را بگم الکی من هنرمندی شناخته بودم، بعد به مسجد کهنه رفته بودم. تا وقت نرفته بودم و الکی سرودهای درباره مسجد میخواندم و هر وقتی که مردم و من سوال میدادن که شما از کجا، من فخر میکردم که من از مسجد. لیکن من یگان بار مسجد کهنه را ندیده بودم و از نقلهای پدر و مادر و خویش تبارانم که این قدر آنها مهر به اندازه به این مسجد بهشتی داشتن و تا به امروز همیشه در دلی من است و من اینقدر مهر محبت، من در ناحیه جبار رسول تولد شده باشم هم مهر محبتی من بسیارتر همین به مسجد است. شاید از همون مهر و محبتی پدرم به من میراث مانده. در شهری مسافری دلم
گردونه آی امشب چه شبی که یاد مادر کردم آی بر خانه بابای دلم خزمونه آی امشب چه شبی که یاد مادر کردم آی بر خانه بابای دلم خزمونه. لولا عزیز و هنرمند مردمی تاجیکستان یکی از چهره‌های شناخته یکی از چهره‌های معروف فی صنعت تاجیک هستند و در برابر یک صنعتکار ممتاز بودنشان همچنین بسیار یک بانوی خوش اخلاق یک بانویی که واقعا سیمای تاجیکانه دارند و همیشه با آیین و سنت‌های نیاگان آیین و سنت‌های صنعت همیشه ارج میگذارند و شنوندگانشان مخلصانشان از سیما و صداشان از آنه که در صحنه خودشان چگونه نگاه می‌دارند از آنه که در مهمانی در صحبت‌های مقرری خودشان چگونه اداره میکنند چگونه خود را در اونجا معرفی میکنند همه میدونند که لولا عزیز و یک انسانی خاکسار. استاد لولا بانو عزیز و از مکتب برنا اسحاقова یعنی که سبق گرفته و از چکامه‌ها و از همون نفس برنا اسحاقова یعنی که با خودشان یک مشام خوب گرفته که امروز واقعا هم مکتب است که اونا را امروز معرفی کرده است در بین جامعه و من فکر میکنم که اون نفری که از مکتب شش مقام یعنی که گذشت کرده و از نازکی های این موسیقی اصیل این موسیقی سنتی شش مقام یعنی که سبق گرفته من فکر میکنم که او خواهد نخواهد در جامعه یک آبروی مرتبه و موفقیت خود را پیدا کرده است. وقتی که من به خواندن آمدم به دانشکده هنرهای زیبا آمدم و در نزد استادی بهترینم برنا اسحاق و سرودها آموختم. از سرودهای نیاگان خود با خبر شدم، از صنعت اصیل ملی خودمون با خبر شدم و با طریق تلویزیون برآمد میکردیم در انسامبل تئاتر دخترها. همه خویش تباران فخر میکردن، هم همدیاران فخر میکردن که من همین دخترک از قشلاق ما من به شهری بزرگ رفته من الکی هنر خود را سیقل داده الکی به بینندگان مشهور گشته ایستاده است. برای همین بسیارها باید آرزو کردم خواستن معلم شوند، طبیب شوند و حاضر من شکر میکنم که از دیار ما بسیار هم معلمه های بهترین، طبیبان بهترین خصوصا زنها این هم شاید یک سهم کوچکی من هم باشد. در طول فعالیت خویش لولا عزیز و توانسته تا صنعت والای مقام را از خود بکند، صنعت ایجادیات خلق را از خود بکند و در بخش‌های گوناگون ترانه‌ها آفرد و آن را به مردم پیشنهاد بکند. با این ترانه‌ها او به نقطه‌های گوناگون کشور خویش تاجیکستان عزیز سفر کرده مردم را تربیت داده است و با این ترانه‌ها او به نقطه‌های دورترین روی زمین سفر کرده فرهنگ والای تاجیکان را معرفی نموده است. او میگوید که این سفر در خارج کشور احساس میکردم که چگونه مردم به لباس ملی ما اهمیت میدادند، سرودهای ما را گوش میکردند و دوست میداشتند. امروز چون نام لولا را به زبان می آوریم در حال لباس خاصی محلی که او در بر می کند پیش نظر می آید. لولا عزیزова میگوید که با این لباس به دورترین ممالک دنیا سفر کرده است و هر جای رفته این لباس ملی را با افتخار پوشیده و معرفی نموده است. از همه زیادتر به لباس‌های ملی و سرودهای کلاسیکی بسیار توجه زیاد دارند در خارج. همین را من با چشمان خودم دیدم و فخر کردم که همون وقتی که در همون تالارها برآمد میکردیم بعد به دست تالار میبرآمدیم و همین بسیار هم مردمی همونجا می اومدن میخواستن با ما عکس گیرن
و وقتی که با همراهی من عکس میگرفتن هم خیلی رومالم رو هم میقپیدند یا که جامعه من رو میقپیدند، در حیرت میاماندند یا که قدر زیبا هم فکر میکنن که همش دست دوختگیه، برای اینکه خیلی همون رومال خیچی من باید دستی های باید هنری دستی مردم است و باز با لباس های شاهانه یعنی که کلاسیکی برام میکردم و این هم بسیار هم توجه زیاد داشتن، نقض میدیدن، چون که زبان هنر این سرحد نداره، همین تمام مردم موسیقی رو الکی میفهمد دوست میداره، بگذار زبان رو نمیفهمد، لیکن همین هنری شما هم همین لباس زیبا و سرودی زیبا باشد البته به دل آنها جای میگیره، محبتشون زیاد میشه. بانوی بسیار خوش ذوق، خوش سلیقه و برای تمام مردمی تاجیکستان با فکر من که شناس است، خوب میدونن، میشناسند، حرمت میکنن، احترام میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر بسیار هنری بلندی اپای لاله. ما سالین دراز با همدیگر شناس هستیم، اپای لاله خوب میشناسم، میدونم، از ایجادات اپای لاله خوب با خبر هستم. کم هنرمندی هست که مثل لاله عزیز و مثلا سبک خاصی خودش دارد، طرز اسلوب خواندن خودش دارد و توانست در همین مدتی که او فعالیت ایجادی داشت از عهده همین هنر پیش گرفته‌اش خوب برآید. هنرپیشه خلق تاجیکستان معلم عزیز لاله عزیز و انسان است که بسیار خاکسار هستند، بسیار یک زن حلیم و خوشرفتار هستند، خوشگفتار هستند. همچون هنرمند میان هنرمندان یک صاحب احترام باشد و در معرکه ها در توی سور مردم این زن هنرمند را، این بانوی هنر را بسیار هم خوش قبول میکنند. در طول فعالیت خیش در انسامبل های شش مقام و دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیر برایش امکان داده تا با بزرگترین هنرمندان همکار و همصحبت باشد. بیش از 100 ترانه‌اش با سبک‌های گوناگون در خزینه طلایی رادیو ثبت گردد. تو باغی من، تو داغ من، تو درد جان منی، تو آهی من، تو ماهی من، تو چون روان منی، تو عشق من، تو محبت، تو آرمان منی، تو باغی من، تو داغ من، تو درد جان منی، تو آهی من، تو ماهی من، تو چون روان منی، تو عشق من، تو محبت، تو آرمان منی. در دانشگاه استاد چطوری که گفتم برنامه اسحاق و با محمد نیازف درس میدادن و ما شاگردان، شادروان الماس عبداللهیف انسامبل درس میدادن و در همون سالهایی که من دانشجو میخواندم خیلی میکنم هنرمندای بهترین در همون سالها و صحنه هنر آمدن و مثل آلین بابایف، رانا عبدالله و حیاتای مومین و افضل شادی و مثل خرسامراز ظریف و خاصیت زرفشانی. انا در اینجا باز مهرخسار صفی و ملکه سعید و محرمه شریف و با همراهی خودم میخواندن شاهده هاشم و ما دو کسه هم در یک کورس میخواندیم. اسرائیل فیض‌الدینوف هم هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان و من بسیار هنرمندانی که امروز شناخته هستند در همون دوری دانشجویی من در همونجا میخواندم. من با لاله عزیز و طی 30 سال است که دوستی بسیار نزدیکم و
در کورس دیوم همین دانشکده میخواندم که لاله عزیزова داخل شدن به دانشکده. در همون شعبه و فاکولتیتی که من میخواندم، یعنی که فاکولتیت موسیقی تاجیک شعبه 6 مقام و لاله بانو در همینجا داخل شدن در کورس یکم. بعضا همه خیلی هست که روح انسان با یک نفر مثلا تر هم صحبت میکنه یا با یک نفر شما نزدیک میکند که با همون بسیار مثلا یک روح پاک داشت لاله، یک دختره که به آلایش کوهستانی. برای من بسیار معقول بود و همون شب و روز بسیار خرسند بودم که با لاله عزیزова رشته دوستی پیدا کردم. به حیث نه یک دانشجو، به حیث یک شخصیت، یک انسانی بسیار چخیل میگویند خاکسار با تمکین، دختره که بسیار تربیت دیده. ما هم با صدای لاله عزیزова توسط رادیو اونس گرفتیم، چون این هیچ جایی پوشیده نیست. روشن است که اکثری مخلصان سرودهای کلاسیکی، سرودهای فولکلوری بیشتر در دهه میشوند، چون که فولکلور هم اصلا زاده محیط روستا است. به همین خاطر ما در اونجا سرودهای ایشان گوش میکردیم و ببینید ما یک کودکی که از دهن ما بوی شیر می آمد، هیچگاه گمان نمیکردیم که یک زمان لاله عزیزова چندی از دو بیت‌های ما رو سرود میکنند. هیچ به تصوری ما نمیگنجید. و وقتی که کتاب اولین ما سال 2016 تحت عنوان هنبال تورنه ها نشر شد، معلمه اون کتاب را از کتابخانه میرسید میرشکر در یک محفل واخوردیم، اونجا دسترس کردند و مثل یک گنجینه کتاب را ورق زدند و به دستشان محکم فشردند و از کتابخانه میرشکر بیرون شدند. و من با همین از خاطرم برآمدم، چون که در این سال زمانی ما میدونید که صدها کتابتون هم خیلی تقسیم میکنید، لیکن کم کسی درباره کتابتون حرف میزند یا درباره کتابتون پیام میرساند که من خواندم، اینجاش نقص دارد، اینجاش کمال دارد. این خیلی سخنها کم میشنوید. لیکن ببینید یک هنرمندی که در سطح جمهوری و بیرون از آن معروفیت پیدا کرده است، تاجیکان جهان ایشان گوش میکنند. و یک کتابچه خاکسارانه ما که از کمبودی ها هم آری نبود، اولین مجموعه بود، توجه ظاهر کرده. چند دو بیتی ما از جمله همون دو بیتی به مانند دلی خود دل نیابی، چو حولی پدر منزل نیابی، نشینی با خردمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی. پشیمان گشته از دیروزم اکنون، لبم را از سخن میدوزم اکنون، هم از سوزی دلم بیهوده بوده است، برای مادرم میسوزم اکنون. همین چند دو بیتی سلسله جمع کردن و دو بیتی های هم از بین 20-30 دو بیتی هم خیلی چیندن که گویا که این دو بیتی دوام اون دو بیتی دیگر باشد. ببینید یعنی که اون کس شعرشناس هستند، انسان شناس هستند، قدر شناس هستند. مهمش به قدر یک کتاب رسیدن، به قدر ایجاد یک جوان نوکار نوراه رسیدن، این دل بزرگ میخواد. اگر به ایجادیات این بانوی هنر نظر افکنیم میبینیم که در 3 سمت خود را معرفی کرده توانسته است. این هم باشد بخش مقام، سرودهای خلقی و استرادی. دانندگان صنعت میگویند که او توانسته در 3 سمت موفق باشد، زیرا صدای نازک، چهره زیبا و پیش از همه انتخاب درست متن از دارایی‌های هستند که برایش موفقیت آوردند. لاله عزیزова میگوید که همیشه کوشیده است تا میان مردم باشد و ابیات‌های مردمی را از خود کند و آنها را با شکل تازه باز به مردم برگرداند. اپای لاله بانو عزیزова بسیار دوستشان می‌داریم. هنرمندی هست که اینقدر مهربان هستند، اینقدر
چی گم شیرین زبان هستند، شیرین گفتار هستند، اینقدر صمیمانه هستند. هر وقتی که ببینید اگر یک بار شما نظر کنید در عموما در رپورتاری برنامه‌هایشان تمام سرودها یعنی که در اون قلب خوندانشان جای گرفته است. هم سرودهای کلاسیکی و هم سرودهای مردمی و هم سرودهای از آهنگسازان و هم سرودهای خلقی و هم سرودهای خوب استرادی و فلکی که سرایده است. من به شبهه در بالا ذکر نکردم که اون نفری که از صنعت موسیقی کسبی یعنی که شش مقام آگاه است، یعنی که از این مکتب یعنی که نوش برداشته است، خواهد نخواهد او در تمام ژانرها خوب می‌سراید. از ایجادات لاله عزیزا من خوب خبر هستم. در سرودهای هم وطنداری و هم لیریکی و هم در سرودهای ژانرهای دیگر میخواند، لیکن در ایجادات لاله عزیزا من سرودهای فولکلوری ایجادات خلق جای خاصه دارد. من سرودهای خلقی رو که میسرایم، سرودها که از آن خلق هستند، باید ما همین هنرمندان باید همیشه تربیتگری مردم باشند. ما هنرمندان فقط با سرود خواندنمان نه، با رفتارمون، با کردارمون، با طرز لباس پوشیمون، با همه جهت آداب در نزد مردم باید همیشه تربیتگر باشیم. مردم برای اینکه من یاد دارم وقتی که یکمین بار وقتی که من لباس مسیحی را در بر کردم، جامه و رومال رژیم و رومال تاقی میماندم، کلوش محصول پوشیده، یاد دارم در این ورزاب سیومکه شدگی بود در لبی دریاچه هم خیلی من ششتگی سیومکه کرده بودم. این قدر محبت مردم به این لباس، من امروز ها من شکر میکنم که این لباس جامعه همین مسیحی تا به امروز علاقه همه قریب در بر میکنن. در جوده صنعت فولکلوری سرودهای شش مقام سرایی خیلی صنعتی والا دارن و امروز گفتنی هستم که بانوی هنر لاله بانو عزیزова همراه ما کار و فعالیت میکند. این در تصور ما هم نبود. ما شاید در سرخوان که همراه اهل عائله در کودکی می نشستیم، شاید فکر میکردیم که از نزدیک با همه خیل هنرمندان مثلا اقلا سلام میکرده باشیم. امروز فضای استقلالیت، مهربانی های تاجیکستانی عزیز ما، آبادی کشور ما به چنین رسوند که ما خیلی بعد ختم دانشگاه و دانشکده ها به ساحه فرهنگ به کار آمدیم با همراهی اکثری هنرمندان، از آن جمله لاله بانو عزیزова هم شناسایی نزدیک، هم در یک سری پیاله چای شده صحبت و هم عین حال کار میکنیم. در همه انسامبل های با نفوذ کمیته تلویزیون و رادیو کار و فعالیت کرده ایم. هر دوی ما امروز به حیث یک استاد دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان هستیم. من افتخار دارم که اینقدر آموخته هایم رو، اینقدر از بر کرده درس ها و اینقدر از استادا آموختگی چیزها را ما امروز با همراهی لاله بانو و شاگردا آموخته ایستاده ایم. و نگفتن نماند که لاله عزیزова یکی از هنرمندایی هست که مکتب خودش دارد. امروز بانو لاله عزیزова در عین کمالات است. خانه آباد، فرزندان سالم و فعالیت پیوسته دارد. پیوسته می آموزد و کوشش می کند تا دانش اسود کرده خود را به شاگردانش بیاموزد. در چهره شاگردان زمان نورسی خود را می بیند. خصوصا وقتی که همین در مکتب صنعت شاگردان خود درس می آموزم، همیشه کودکی هایم به یاد می آید و به یاد همون لحظه ها دلم گم می زند. من خوشبختانه امسال که تمام شاگردان من قریب 6 نفر علاقه از آزمون اولین تاجیکستان وطنی عزیز من علب غالی برآمدند، باید در دور دوم اشتراک کنند. برای این هم من فخر میکنم که همین یک سهم کوچک خود را به همین آزمون ها، به همین دیار خود صرف میکنم، چون که همون وقتی که همون شاگردان همچون فرزند هستن برای ما.
من چقدر حرکت میکنم با آنها، همچنان سرودهای هم وقتی خدا میخوام که رنگ خودم خوانم. یکی میدونم که آنها خردسال هستن، حالی باید که بسیار مشق کنن، لیکن بسیارشان با استعداد که هستن، الکی من از آنها فخر میکنم. موفقیت شاگرد این آبروی استاد میباشد. برای وقتی که آنها در آزمون ها اشتراک میکنن، در فستیوال ها، در آواز طلایی، در پروین، وقتی غالی میبرایند، از مادر و پدرشان خیال میکنم من بسیارتر خرسند میشم. امروز لولا عزیزова با دانشجویان درس میدهد، از حیات و ایجاد بزرگان ملت سخن میگوید، ایشان را آداب میآموزد، صنعت میآموزد و در چهره هر یک شاگرد خویش روزگار نورسی خویش را میبیند که چگونه تلاش برای از خود کردن هنر دارند و شکرانه از آن میکند که توانسته در این پیراهه هنری خویش از خود سرودهای بیشتری را به یادگار بماند تا توانند در مرحله های گوناگون افشا کننده حیات مردم باشند. شکری همین آبادی، زیبایی کشور و میخواهم که همین تاجیکستان زیبای ما همین خیلی زیبا باشد که در تمام جمهوری های دیگر در خارج همیشه همین خیلی که حاضر سربلند است، سربلند باشد. لولا عزیزova شکرگزار از تقدیر است، شکرگزار از کسب است و شکر از رشد نظرسی وطن می کند که در دامان او هر فرد دیار می تواند آرزوهای خود را عملی سازد.